إني ذا ذكرت منازل سادتي كادت دموع العين أن تجري دما أو شاهدت عيناي. و بشارت برای تو است. آیا ایمان به سخن الله داری؟ آیا تصدیق میکنی این خبر الله را؟ اگر ایمان داشته باشی خوشا به حال تو. سلف صالح که به این آیت ها ایمان قوی داشتند، در این دنیا هیچ آرزوی دنیوی، هیچ نقشه های طولانی و هیچگاه به خاطر دنیا جنت را زیر سؤال یا که جنت را رفتن به سوی جنت را ترک نمی کردن و همیشه کوشش می کردن که به همین مغفرت الله و به همین رضاگی الله نائل شوند. عمل می کردن. سبحان الله، امروز یک دانه خرما را یک کس وقتی می دهد از تو اجر می خواهد، از تو مبلغ می خواهد. حتی خویش و اقربا به همدیگر یک چیز کوچک را بدون عوض و بدون مبلغ دادن نمی خواهند. ببین این جنتی که این همه نعمت دارد آیا بی ارزش است؟ ارزش دارد. ارزش این توحید است. توحید است. لا اله الا الله محمد رسول الله است. چقدر که لا اله الا الله را آموختی، چقدر که فهمیدی، چقدر که عمل کردی، تطبیق کردی، انمون قدر به جنت نزدیک میشوی و جنت نعمت های زیادش بتونه. الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وإمام الموحدين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران و خواهران موحدم، بارک الله فیکم و حیاکم الله بیاکم. این مجلس دومی ما هست در بیان جنت و نعمتهای جنت. این معروف است و مشهور است که همه انسان‌هایی که اعتقاد دارند که بعد از مرگ حیات وجود دارد، آرزوی حیاتی خوب و نیکویی را دارند. حتی غیر مسلمین، اهل کتاب و مشرکین که اعتقاد دارند که بعد از مرگ دوباره باز حیات وجود دارد، آنها آرزو میکنند که همین حیاتشون بعد از مرگ حیات خوب باشد. نامش را جنت میگویند یا نمیگویند، لیکن اعتقاد دارند که یک حیات خوب بعد از مرگ وجود دارد. مشکلی اهل کتاب و مشرکین در این است که راه درست را برای رسیدن به رحمت الله و برای رسیدن به رضاگی الله سبحانه و تعالی و راه درست را برای داخل شدن به جنت انتخاب نکردند. امید جنت دارند اما راهشان به سوی جهنم است. امید رحمت الله دارند اما راهشان به سوی غضب الله است. میگیرند، مینالند. حتی رافضه ها و اهل کتاب، نصرانی ها، گویا خودشون را در عشق اولیاها و در عشق بگویم محبت اولیاها و محبت پیامبر و محبت الله سبحانه و تعالی خود را زنجیر میزنند. اهل کتاب از اهل کتاب، نصرانی ها خودش را زنجیر میزند، لط و کوب میکند.
و از کسانی که خود را به امت اسلام نسبت میدهد رافضه ها خود را زنجیر و لطکوب میکند و این چنین صوفی ها هستند که لطمیه گفتنی یک فرقه که به درجه اولیاء رسیدن خود را لطکوب میکنند تا که الله دوستشان دارد. هر یک فرقه و جماعت و دینی که خودی مردم ساختند راه های مختلف را برای رسیدن به جنت انتخاب کردند، اما جنت این یک مکان است، این یک نعمت است که مکافات به اهل توحید است. راه رسیدن به جنت را الله سبحانه و تعالی در همه کتاب‌هایی که از آسمان نازل کرده است، تورات، زبور، انجیل و قرآن بیان کرده و کاملترین کتابی که در این باره وصف جنت و نعیم جنت و وصف دوزخ و عذاب دوزخ ذکر کرده است این قرآن است و این سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم است. حتی الله سبحانه و تعالی رسولش محمد صلی الله علیه و سلم را به نزد خودش به آسمان بالا برد و از جنت و از دوزخ خبرش داد و نشانش داد تا که این خاتم الانبیاء و المرسلین محمد صلی الله علیه و سلم به امتش از نعمتهای جنت خبر بدهد و از عذاب دوزخ خبر بدهد. بسیاری ها وقتی شنیدن نعمت جنت و وصف جنت گمان میکنند که حالا عمر دراز است، حالا مرگ کی آمدنش معلوم نیست، اما بیخبر از آن هستند که این عمری که طولانی فکر میکند عمری کوتاه است. اما بیخبر از آن است که این عمری که خیلی طولانی فکر میکند در غم و اندوه دنیا زود میگذرد، در حالتی که بنده هیچ عملی به آخرت و برای رسیدن به این نعمت و به این جنت و به رضایت الله و به دیدار جمال الله انجام نداده است. این شیطان است که بنده را فریب میدهد، شیطانی که قسم خورده بود فبعزتک لاغوینهم اجمعین، ای الله به عزت تو قسم میخورم که همه بنده هات را گمراه میکنم. بله شیطان امروز بسیاری ها را گمراه کرده، قسمی را اهل کتاب کرده، قسمی را بودیست کرده، قسمی را مشرک کرده بالعموم، و در درون دعوا کنندگان مسلمان هم فرقه ها را به جا آورده و شرک را آمیخته کرده. اما جماعت هستند از صالحین، از موحدین، از آن کسایی که الله سماهم المسلمین، الله آنها را مسلمان نامید و مؤمنین نامید. این موحدین هستند که این صالحین و مصلحین و محسنین هستند که شیطان آنها را فریب داده نمیتواند، گمراه کرده نمیتواند، الله خودش حفظ میکند. و انا همین موحدین امت رسول الله صلی الله علیه و سلم، آخرین امتی که در این دنیا به وجود آمده و اولین امتی که به جنت می درآید، انا همین امت بسیاری اهل جنت است. بسیاری اهل جنت این زیاده از 75-80% جنت این امت محمد رسول الله علیه الصلاة و السلام است. امت نامکینه، امت توحیدی، امت عملی، امت اعتقادی که اعتقادش موافق رسول الله است، عملش موافق رسول الله است. الله سبحانه و تعالی و رسولش تمامی خوبی های این دنیا که عملهای خوب وجود دارد به شما خبر داده، در قرآن و سنت است. و تمامی بدی هایی که در این دنیا هست به شما خبر داده. بزرگترین خوبی و بهترین عمل این توحید است و کلید جنت هم توحید و دندانهانش رکن و شروط توحید است. و بدترین عمل در این دنیا که الله خبر داده و صاحبش را از جنت محروم کرده و جنت را براش حرام کرده، این شرک است. انه من یشرک بالله فقد حرم الله علیه الجنه و مأواه النار و ما للظالمین من انصار. همانا هر کسی که به الله شرک قرار می دهد جنت برایش حرام است و بازگشتش جهنم است. پس انا همین قرآن و سنت
به من و شما راه رسیدن به جنت را خبر داده است. راه رسیدن به جنت این لا اله الا الله، کلید جنت. لا اله الا الله. دندانه های این کلید شروط لا اله الا الله است. بدون فهم این کلمه، بدون آموزش این کلمه، بدون تطبیق این کلمه به این نعمتهای بزرگی که الله سبحانه و تعالی آماده کرده از جنت، هیچ کسی داخل شدن را امید نکند، تمنی نکند. عمل بکن موافق قرآن و سنت و فرموده رسول الله صلی الله علیه و سلم و بعد از این امید بکن، آرزو بکن. آرزو کردن مشرک در حالتی که به شرک غوطه زده و شرک را ترک نکرده، آرزو کردن یک جاهلی که معنای لا اله الا الله را به مانند یک کلمه انگلیسی خشک و خالی میداند و نمیفهمد، آرزو کرده بی معناست. آرزو کردنی بی معناست. پس برادرانم و خواهران موحدم، این جنتی که ما به شما از قرآن و سنت وصفش را و نعمتهاش را در حلقه گذشته زیاده از 1 ساعت و امروز هم ذکر میکنیم، برای موحدین است. تنها و تنها این لذت، این کیفیت، این نعمتها و این همه عیش و عشرت که در جنت است برای موحدین است. مکافات عملی اونهاست، مکافات صبر به خاطر این که به دینشون صبر کردند، به عقیدهشون صبر کردند، به براءتشون صبر کردند، به کفر به طاغوت صبر کردند و انجام دادند، برای اونها مکافات است. باقی مانده نعمتهای جنتی که هست این است که خیمه های اهل جنت. ای کسی که جنت را میخواهی، رضاگی الله را میخواهی، به توحید جنگ بزن. البته که جنت حتما از آن توت، زیرا که الله وعده داد که جنت برای مؤمنین و متقین و موحدین است. و در همین جنت یکی از نعمتهای جنت برای مؤمنین و موحدین این خیمه های اهل جنت است. خیمه معروف است. هر کسی که به جنت می درآید خیلی هم سرزمین زیاد برایش هدیه شده، از جانب الله بخشیده شده است. کمترین انسانی که در جنت زمینی کمترین را دارد 10 مراتبه این دنیا و در روایت 10 مراتبه از همه بزرگترین پادشاه این دنیا است. تصور کنید که کمی بزرگتر، کمی موحدی بزرگتر باشد، کمی مسلمان قوی تر باشد، 50 و 100 ها برابر بزرگتر از این دنیا است. در درونش همه نعمت ها هست، قصرها هست، اما باز الله سبحانه و تعالی برای زیبا گذرانیدن این زندگی در جنت، برای عیش و عشرت، برای کیف و صفا و لذت، خیمه های را برای اهل جنت باز می بخشد، انعام می کند. خانه دارد، با خیمه دارد. یکی از نعمت های جنت این خیمه جنت است. خیمه ها به هر یک نفر، چه که رسول الله صلی الله علیه و سلم خبر دادند که در حدیث متفق علیه آمده است: ان للمؤمن فی الجنة لخیمه من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها في السماء 60 میلا للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم بعضا. به هر یک مؤمنی که داخل جنت می شود الله برایش خیمه های را انعام می کند، می دهدش، که این خیمه ها از لؤلؤ ساخته شده و درازی این خیمه 60 میل است، یعنی تقریبا 80-100 کیلومتر. الله اکبر، الله اکبر. به واسطه این خیمه می دروید، دور می زنید، دن می گیرید. یطوف علیهم المؤمن،
مؤمن با واسطه همین خیمه دور میزند و در درون خیمه دور میزند. در سرزمین خودش، یک سرزمین بزرگی که مراتب ها از این دنیا بزرگتر است، دور میزند. این هم یک نعمت جنت است، مکافات جنت است به توی اهل توحید، به توی مسلمان و مؤمن. نعمت دیگری جنت این نهرهای جنت است. نهرها دریاهای جنت، بحرهای جنت است. الله سبحانه و تعالی برای مؤمنان و مسلمانان در دار السلام جنت نهرهای بزرگی را آماده کرده است که به مانند این دریاهای دنیا یا بحرهای دنیا نیست. الله سبحانه و تعالی خودش در سوره محمد درباره دریاها، نهرهای جنت خبر می‌دهد و میگوید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم مثل الجنة التي وعد المتقون مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين. ببینید، جنت این یک مکانی هست که آماده کرده شده، وعده داده شده برای متقیان، موحدان و پرهیزگاران است. ما همیشه میگیم که متقی، تقوادار، این موحد است. سرشوی تقوا توحید است. اول و آخر تقوا توحید است. کسی که از بعض مسئله های طعام شبهناک پرهیزگاری کرده خود را تقوادار میگیرد، اما مشرک است، از قبر پرستی پرهیز نکرده و تقوا نکرده، از الله در پرستیدن غیر الله نترسیده و پرهیزگاری نکرده، این اصل تقوا، بوی تقوا را ندارد. تقوا این یکتا پرستی است و ترک شرک است و براءت از کفار و مشرکین و کفر بالطاغوت است و موالات بر مؤمنین و موحدین است. انمین از تقوا که ما باید بدانیم. پس جنت مکانی است که آماده کرده شده برای متقی ها هست و در درون این جنت نهرهای جاری است از آبهای صاف، آبهایی که خیلی صاف و خیلی زیبا. نهرهای دیگر از شیرهایی که طعمش لذیذ است و خیلی طعم بخش است و اما تغییر نیابنده است، یعنی ویران نمی شود. شیرهای این دنیا از یک حیوان شیر گرفتید، مدت یک روز است، 2 روز است، 3 روز است، این شیر ویران می شود، از بین می رود، بوی می کند. اما نهرهای جنت او دریاهای جنتی که شیر دارد، اون مثل شیرهای این دنیا نیست. طعمش هم دیگر است، رنگش هم باز سفیدتر است و هیچگاه ویران نمی شود. و این چنین نهر دیگری را الله سبحانه و تعالی برای اهل جنت باز آماده کرده است. این خمر است که این خمر از خمر دنیا فرق دارد. ما وقتی که نهرهای جنت میگیم آب است، یک دریای از آب، یک دریای از شیر، یک دریای از خمر میگیم، هیچگاه به یگان وجه شما این آب جنت را، این عسلی که در جنت هست، این شیری که هست و این خمری که هست، به این دنیا بوده خمر و شیر و عسل و آب مقایسه نکنید. طعمش دیگر است. خمر این دنیا وقتی که می نوشید، چگونه که خمر نوشا از شکلشون و بشره و نقلشون ذکر میکنند، خمر این دنیا تلخ است. وقتی که کسی می نوشد، از همون دهانش تا پایان ترین درون اعضایش خمر این دنیا می سوزاند. درجه بلند این خمر این دنیا به مانند سپیرت و غیره انسان را می کشد، درونش را می سوزاند، درد سر می کند، شرمنده می کند و به افلاسی و نجاست ها گرفتارش می کند. اما خمری که الله سبحانه و تعالی برای مسلمان
و موحدین مؤمنین در جنت آماده کرده است و جاری است. نهرها جاری است، نهری بزرگ جاری شده رفته ایستاده است. این خمر برای نوشنده اش شیرین است، برای نوشنده اش شیرین است. خمر لذت للشاربین، خمری که شیرین است، لذت بخش است برای نوشنده است. کسی که در این دنیا به خمر این دنیا دست نزد، از این خمرهای نجاست پیداشته این دنیا دور شد، البته که از خمری در جنت آماده کرده شده بهره مند می شود. وقتی که می نوشد لذت می برد. کیفیت واقعی در جنت است، زیرا که جنت این مکانی دمگیری است. جنت مکانی لذت است، کیفیت است. تو در این دنیا عمل کردی، از امتحان و اختبار گذشتی، مرحمت تو دم بگیر، ابدالابد لذت ببر. اما از امتحان نگذشتی، بجای خمری لذت للشاربین برای تو آب جوشان چرک و فساد داده می شود در جهنم. و انهار من عسل مصفى، و این چنین چهارمین نمود نهرها و دریاهایی که در جنت هست، این از عسل است که عسل مصفا است. مصفا یعنی پاک است. عسل های این دنیا خیلی در درونش غش و غش ها دارد، اگرچه تازه ها هم باشد، لیکن عسل اون دنیا مصفا است که درونش رو میبینی. پس نهرهای جنت نهری آب است و نهری شیر است و نهری خمر است و نهری عسل است. و به همین آیات تمام است؟ نه، برای تو الله باز آماده کرد ولهم فیها من کل الثمرات و مغفرة من ربهم. این چنین در جنت برای اهل جنت همه نمودی میوه ها وجود دارد، آماده کرده شده است. ولهم، و برای شما ای اهل جنت، فیها در جنت، من کل الثمرات، از همه نمودی میوه ها وجود دارد. و از همه بزرگترش این است که و مغفرة من ربهم، از همه این چیزها بزرگتر مغفرت از ربشان به اهل جنت است. الله اهل جنت را همه اش را بخشیده است. همه اهل جنت خوشحالند، خوشنودند، زیرا که الله رب العالمین، رب السماوات والارضین، اونها را بخشیده است. الله اکبر. پس این نعمت ها برای چی ذکر شد؟ ای موحد، ای مسلمان، در قرآن این نعمت های جنت را و این وصف و جنت را الله به خاطر این ذکر کرد که تو وقتی که موحد می شوی و به خاطر این دین اذیت می کشی، بدانی که این دنیا دنیای باقی نیست، این دنیا دنیای فانی هست و عاقبت الامر این روز آخرت است و نتیجه توحیدت، ایمانت، انا همین مکافات برای تو است و بشارت برای تو است. آیا ایمان به سخن الله داری؟ آیا تصدیق میکنی این خبر الله را؟ اگر ایمان داشته باشی خوشا به حال تو. سلف صالح که به این آیت ها ایمان قوی داشتند، در این دنیا هیچ آرزوی دنیوی، هیچ نقشه های طولانی و هیچگاه به خاطر دنیا جنت را زیر سؤال یا که جنت را رفتن به سوی جنت را ترک نمی کردند و همیشه کوشش می کردند که به همین مغفرت الله و به همین رضاگی الله نائل شوند، عمل می کردند. سبحان الله. امروز یک دانه خرما را یک کس وقتی میدید از تو اجر میخواهد، از تو مبلغ میخواهد. حتی خویش و اقربا به همدیگر یک چیزی کوچک را بدون عوض و بدون مبلغ دادن نمیخواهند. ببین این جنتی که این همه نعمت دارد آیا بی ارزش است؟ ارزش دارد. ارزش این توحید است. توحید است
لا اله الا الله محمد رسول الله است. چی قدره که لا اله الا الله را آموختی، چی قدره که فهمیدی، چی قدره که عمل کردی، تطبیق کردی، انمون قدر به جنت نزدیک میشوی و جنت نعمت‌های زیادش به تو نصیب میشد. در حدیث صحیح وارد شده است که رسول الله صلی الله علیه و سلم میگن، خیلی که امام ترمذی روایت میکنند در سننشون، إن في الجنة بحر الماء وبحر العسل وبحر اللبن وبحر الخمر ثم تشقق الأنهار بعد. همانا که در جنت بحر از آب هاست و بحر از عسل است و بحر از شیر است و بحر از خمر است و باز بحرهای دیگر جاری است و انا همین نمود بحرها در هر یک زمین و خانه مسلمان و موحدی که به جنت داخل شده است وجود دارد. قصرها داری، باغها داری و در پهلوی باغت نهرها جاری است. خدمتگار کننده ها داری. کمترین آدمی که خدمتگار دارد در بعضی روایت ها 10,000 نفر خدمتگار است که درباره این هم میبریم. غلمان ها. زن داری، زن خودت، فرزندهایت و باز اگر یک مسلمان عادی موحد وفات کرده باشید 2 حور العین به تو داده می شود. زنها از همون شوهر خودشان راضی اند. زیباترین زنها زنهای موحده هستند که در این دنیا موحده بودند. همه خوشنود، همه خرسند. الله اکبر. پس انا این نعمت جنت است که انسان عاقل، انسانی که می خواهد بریزاگی الله نائل شود به این دین چنگ می زند. کسی می خواهد که به این جنت بیرود و نائل شد به این دین چنگ می زند. کسایی که در جنت هستند اونها تشنه نمی شوند، اما این آب را، این شیر را برای شکستن تشنگی نمی آشامند، برای کیفیت می آشامند. اهل جنت وقتی که از حوض کوثری رسول الله می نوشند دیگر هیچگاه تشنه نمی شوند. تشنگی و گرسنگی در جنت وجود ندارد، اما تناول کردن طعام و نوشیدن شراب این برای کیفیت و لذت است. لذت میبرند. الله اکبر. و خمری آخرت رو چه خیلی که بیان کردیم به شما. خمر جنت طعمش شیرین است، بوی خوش دارد و خمر جنت همین است که انسان را مست نمی کند. یعنی در جنت با فکر نکنید که کسی خمر خورده دیوانه شده، مست شده، اینو آنو. نه، لذت هست، کیفیت هست، اما این حقارت و دشنام و مستی احمقی که در این دنیا هست از این خمرهایی که این دنیا الله حرام کرده است در آخرت وجود ندارد. و هیچ کسی به سبب نوشیدن خمر آخرت به درد سر و به کسلی و به این چیزا گرفتار نمیشد. خوب دقت بدید. الله سبحانه و تعالی در جنت برای نبیش اکرام فرموده و این یکی از فضیلت‌های پیامبر صلی الله علیه و سلم است که به پیامبر صلی الله علیه و سلم حوض را انعام کرده است. حوض را انعام کرده است که این یک نهر میگن، نهری بزرگی، یک دریای بزرگی که این خاصی دریای پیامبر صلی الله علیه و سلم در جنت است و نامش کوثر است. خیلی که در این مسئله حدیث آمده است که روایت امام مسلم است. از انس بن مالک رضی الله عنه روایت است که قال اغفاءة فرع رأسه مبتسما فأما قال له وما قالوا له یا رسول الله لما ضحكت. یک روزی رسول الله نشسته بودند و سرشون رو برداشتند و تبسم کردند. سرشون رو خم کردند، نشسته بودند، سر رو برداشتند و تبسم کردند. صحابگان پرسیدند که یا رسول الله برای چی تبسم کردید و خندیدید؟ رسول الله گفتند که به من نازل شد انه انزلت علی، به من نازل شد یک سوره و قرائت کردند بسم الله الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر، انا اعطیناک الکوثر. ما به تو انعام فرمودیم، ما به تو
اعطا کردیم، دادیم کوثر را. و پیامبر صلی الله علیه وسلم تا آخری آیت خواندن ان اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. و در آخر به صحابگان سوال کردند که اتدرون ما الکوثر؟ صحابگان آیا شما میدانید که کوثر چیست؟ قال الله و رسوله اعلم. صحابگان گفتند که الله و رسولش داناتر است و میداند. رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند فانه نهر وعدنیه ربی جل و عز فی الجنه. این یک دریای است، یک نهر است که ربم الله سبحانه و تعالی به من وعده داده است که در جنت است. و در همین کوثر حوض وجود دارد. ترد علیه امتی یوم القیامه آنیته عدد النجوم. انا من کوثر با حوض به خودش دارد که امتی من در روز قیامت به این وارد می شوند که همون کاسه هایی که در لب حوض مانده است به مانند عدد نجوم است. البته در شرح این حدیث بعضی از علما میگن که حوض کوثر حوض پیش از داخل شدن به جنت است، اما خود کوثر، نهر کوثر در جنت است. پیش از به جنت در آمدن از حوض کوثر می شومند در روز قیامت. بعد از به جنت در آمدن باز همون یک دریای کوثر به رسول الله صلی الله علیه و سلم داده شده است. و این از فضیلت رسول الله صلی الله علیه و سلم و بزرگترین مقام و بالاترین مقام که این وسیله هست در جنت الفردوس، طبقه وسیله، این برای رسول الله صلی الله علیه و سلم است. و چقدر که انسان به رسول الله نزدیک شود عقیدتاً، عملاً، همان قدر در جنت درجه اش بالا می رود، از نعمتهای بزرگ الله سبحانه و تعالی برخوردار می شود. بارک الله فیکم. پس این بود دریاهای جنت و دیگر عسل جنت، شیری که در جنت، دریاچه های شیری که وجود دارد. برای اهل جنتی که به جنت وارد شدند، از این دنیای ابتلا به دنیای مکافات رفتند، پیروز شدند و خرسند شدند و به جنت در آمدند. الله سبحانه و تعالی برای این مؤمنین و موحدین سریرهای را، کرسیهای را آماده کرده است. سریر، کرسی، بسیاری انسان ها نمیفهمند این کلمه های تاجیکی است. یعنی همون دیوان هایی که امروز میشینید و تکیه میکنید و دم میگیرید. در جنت هم انا همچنین سریرها وجود دارد که اهل جنت به آن میشینند و تکیه میکنند و دم میگیرند. الله سبحانه و تعالی تبارک و تعالی آماده کرده است این سریرها را برای بندگان مؤمنینش در جنت، به خاطر دم گرفتن و راحت کردن، خوشبختیشون. برای چی؟ برای که این یک مکافات جزای هست که در این دنیا عمل کردند، اطاعت الله را کردند، عبادت الله را کردند. در سوره یاسین آیت 65 الله سبحانه و تعالی نظر میکند هم و ازواجهم فی ظلال علی الارائک متکئون. آنها و زنهایشون. پس این دلالت میکند که هر کسی که در این دنیا زن و شوهر در حالت توحیدی بودند، در حالت ایمان و اسلام و این توحید بودند، در آخرت هم در یک جا زندگی میکنند. الله اکبر. هر مردی که در این دنیا موحد است و زنش هم موحده است، مسلمان هستند، هر دویشون اهل توحید، اهل نماز، اهل طاعت و عبادت هستند، در روز قیامت انا همین اهل توحید، زن و شوهر، در زیر سایه های درخت، در بالاهای ارائک، یعنی انمون ارائک یعنی سریرهایی که بزرگ است،
تکیه کرده در سایه های درخت تماشا کرده جنت رو دم میگیرند. تصور کنید، این شوخی نیست، این خبر الله است. برای همین است که مرد موحد باید به زن موحده زندگی بکند. مسلمان به مسلمان هیچ وقت با یک مرتده مشرکه زندگی کردن یا زنهای به مرد مشرک و مرتده زندگی کردنش درست نیست. پس این یکی از نعمتهای اهل جنت است که الله برای اونها انعام فرموده است که بر ارائیک، ان همون سریرها، بر بالای جایهای مخصوص دیوانها و کرپه ها میشینند و در بلندی ها نشسته همه جا را تماشا میکنند. چخیلی که در سوره الواقع آیت 15 اومده است که الله میگوید سبحانه و تعالی علی سرر موضونه، اهل جنت در بالای ان همون سریرهایی که در بالا هستند نشسته هستند. موضونه، علما میگن موضونه ای منسوجه مزینه بالذهبی، یعنی همون سریرهایی که بلند است، خیلی هم زیبا کرده شده است و زیباگیش به تلاواری، یعنی کرسی و سریرهایی که خیلی به تلاواری زیبا کرده شده است. اهل توحید، اهل ایمان به بالای همون تکیه کنان یونباش میکنند. برای اونها بهترین بالشت ها، بهترین کرپه ها تصور کرده نمیشه و داده میشه. خیلی که در قرآن ذکر شده است. الله اکبر. نعمت بالای نعمت، دم گرفتن بالای دم گرفتن. در پهلوش زنش هست، در پهلوش حور العین است، زیرا که این سریرها، این کرسی ها میده نیستند، مثل این دنیا نیستند، خیلی بزرگ هستند. کرسی های این دنیا کوچک است، خیلی کرسی بزرگ است که زنت هم در پهلوت است، حور العین زنهای بیشتر هم در پهلوت است، خدمتگارات است. خیلی که در سوره الطور آیت 20 آمده است، نظر بکنید. متکئین علی سرر مصفوفة و زوجناهم بحور عین. مردهای موحد تکیه کرده به همون سریرهایی که صف کشیده، مصفوفه، یعنی اینم مصفوفه علما ذکر کردند، یکی از نمودی ساخته شده اش گفتند. و ما میگد الله برای ان همین موحدین زن دادیم، زنشون دادیم از حور عین. حور عین زنهای چشم کلان، سیاگی چشمش سیاه، سفیدش سفید، خیلی زیبا که برای مردها داده می شود. بارک الله فیکم. اکنون این بود یکی از نعمتهای دیگری جنت که سریر جنت گفته می شود. بیاید نظر بکنیم به نعمت دیگری جنت که لباسهای اهل جنت، او زیباگی هایی که اهل جنت از نقش و نگارهایی که به خودشون استفاده میبرند. بله الله سبحانه و تعالی در این دنیا به من و شما لباس ها داده است که عورتمون رو میپوشیم. مقصد لباس این دنیا پوشیدن عورت است، نه شهرت است، نه کیفیت است، نه لذت است. مقصد پوشیدن لباس در این دنیا برای کبر و غرور و شهرت نیست، برای پوشیدن عورت است، تا که عورتت رو پوشی، عبادتت رو انجام بدی. اما لباسی که در جنت است، این برای لذت، برای زیباگی و برای کیفیت به تو پوشانیده و داده می شود. لباس های این دنیا از صوف، از موی، از پخته، از جلد، چرم ساخته شده است. بله؟ اما لباس جنت
سبحان الله، از همون چیزهایی که خودی الله خواسته است که زیباترین لباس هست، حلاوت آورترین لباس هست ساخته شده است. در این دنیا از همه لباسی که برای انسان حلاوت بخشتر است و مردم همینه بسیار به خاطر کبر و غرور و شهرت میپوشند، این شالک هست. حریر میگیم به زبان عربی، ابریشمی به زبان تاجیکی لباسهایی که ابریشمی است، به زبان روسی شالک میگن. لباسهای شالکی پوشیدنش برای مردها حرام است، زیرا که رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند من لبسها فی الدنیا، ای من لبس الحریر فی الدنیا، هر کسی که همین لباسهای حریر، ابریشمی، شالکوی رو از این مردها در دنیا بپوشد، لم یلبسه فی الاخره، لم یلبس فی الاخره، لم یلبس فی الاخره، در آخرت این لباس رو نمی پوشد. یعنی گناه کبیره است که مرد لباس شالک پوشد، جایز نیست. و در دستشان یک روز طلا را گرفتند و به یکی از دستشان طلا و به یکی از دستشان حریر را گرفتند و گفتند که هذانی حرام علی ذکور امتی، انا من دو چیز برای امت من از مردها، برای مردها حرام است. البته برای زنها استفاده بردن طلاواری، به دستش ساعت انداختن، انگشترین، به گردن بندهای طلاواری جایز است، برای زن درست است. پوشیدن لباسهای شالکی هم برای زنها درست است. حرام این برای مردها است. اما در روزی که انسانها به جنت می درآیند، اهل جنت داخل جنت می شوند، الله سبحانه و تعالی برای اینها تاجهای از طلا و از زیباگی های طلا و لباس های از حریر و هزارها مراتب بهتر از حریر این دنیا برایشان می دهد و انعام می کند. و البته لباس جنت معروف است که زیباترین لباس است، چقدر که در سوره الانسان آیت 21 الله سبحانه و تعالی ذکر می کند و می گوید عالیهم ثياب سندس خضر و استبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. لباس های بهترین از لباس های سبز می پوشند که به اونها باز زیباگی را می دهد و تاج های مخصوص از طلا و نقره و این چیزها دارند. پادشاه های این دنیا به خودش تاج ها را ساخت، به دستش، به سرش از طلاها مخصوص چیزها را می سازد. الله سبحانه و تعالی در جنت برای اهل جنت همچنین زیباگی ها را برای بند دست، برای پایش و برای تاج سر، بهترین طلا از بهترین نمودی قیمت بهاترین سنگ ها و طلاواری ها برای اهل جنت، تاج، دستبند، میانبند، پایبند آماده کرده است و این هدیه برای اهل جنت است. زیرا که این حرام بودن طلا و این حریر این در این دنیا است، این ابتلا است. در این دنیا که گفتی الله را اجرا کردی، اطاعت کردی، در روز آخرت بعد از اینکه از امتحان گذشتی، الله سبحانه و تعالی کدام چیزی را خواهد به تو هدیه میکند. زیرا در جنت دیگر حلال و حرام، جنگ و کشمکش، ریزای و ناریزا، کینه کردن و کسی را گنده کردن و نقص کردن، غمگین شدن و خفه شدن، مریض شدن و کسل شدن، پیر شدن و مرگ بودن وجود ندارد. همه خرسند است، همه قلبش از دیگر راضی است، در قلب کسی نسبتی کسی دیگر غل و غش وجود ندارد، کینه و عداوت و دشمنی و بدبینی وجود ندارد. همه خرسندند، راضیند، زیبایند، خوشبویند و همه جوانند. درد نیست، کسلی نیست، امتحان نیست، عبادت فرضیت امتحان ابتلای مخصوص نیست، دمگیری است و عیش و عشرت است، زیرا که اینها از ابتلای دنیا گذشتند و سربلندانه گذشتند و اینها با توحید و با ایمان و با اخلاص گذشتند.
الله اکبر. بله، لباس اهل جنت کونه نمی شود. خیلی که صفت لباس این دنیا همین است که استفاده بردی، چقدر زیاد استفاده بردی همون قدر کهنه می شود. اما لباس اهل جنت کهنه نمی شود، رنگش هم تغییر نمی یابد، درجهش هم پس نمی رود. با وجود همین گشته و برگشته الله هزارها لباس بهترین افضلترین را به تو نصیب میکند. چلی که رسول الله گفتند من يدخل الجنه ينعم لا يبأس لا تبلى ثيابه ولا يفني شبابه. کسی که به جنت داخل شد به او نعمت داده می شود، هیچگاه لباسش کهنه نمی شود و هیچگاه جوانیش پایان نمی یابد. امروز چقدر انسان ها آرزو دارند که جوانیشان تغییر نیابد و در سن جوانی بمانند. امروز چقدر این کفاری که میلیاردها پول دارند وقتی که به سن 50 و 60 رسیدند شکلشان که آجین شد و این چهرهشان تغییر یافت، به زیر جراحی ها رفتند و چهره های خود را این طرف و آن طرف کشیدند و شکل خود را باز به جوانی مانند کردند، اما جسمشان باز پیر است، مغز سرشان باز پیر است، قلبشان خسته و پیر است، چشمشان پیر است، شکل خود را کمی پوست را جوان میکنند. چقدر انسان ها میخواهند که جوان بیستند، داروها را استفاده میبرند و این آن میکنند. جوانی حقیقی و زندگی بهترین این در جنت است که هیچگاه جوانی انسان نابود نمی شود. همه برابر جوان است، زن، شوهر، پسر، دختر، نبیره، همه جوان است و همه بهترین نمود را دارد. بارک الله فیکم. من فکر می کردم که درباره جنت شاید 2 حلقه کنیم به پایان رسد، لیکن کمی دیگر صحبت کنیم، شاید 1 حلقه دیگر فردا صحبت بکنیم. حالا ببینید، انا این است لباس جنت. آیا لباس جنت را به لباس این یا به لباس این دنیا عوض میکنی؟ به خاطر لباس این دنیا لباس آخرت را فراموش میکنی؟ لباس ابدی، خانه ابدی اگر ایمان به الله سبحانه و تعالی داشته باشی. تو نظر بکن به طعام جنت، به غذای جنت، به شرابهای جنت که این یک عالم دیگر است. برای اهل جنت طعام است هر چیزی را که اشتها می کنند. این از جانب الله رزق الکریم است. رزق کریم. الله رزاق است. این چنین نعمت ها، این چنین طعام ها، میوه ها در جنت وجود دارد که تو حتی تصور کرده نمی توانی. همه نمودی میوه هایی که در این دنیا هست و بر اضافه این هزارها نمود دیگری که طعمهایش بهترین و لذتمندترین. الله اکبر. الله به اهل جنت اکرام میکند، به آنها هر چیزی که میخواهند از طعام میدهد. چلی که در سوره الحق آمده است، نظر بکنید به آیت 22 و 23 الله خبر میدهد و میگد فی جنت عالیه، یعنی در جنت عالی، قطوفها دانیه. پس اهل جنت در جنت میخورند، تناول میکنند، غذا میخورند. آنها همه در امن و امان هستند. هیچگاه به خاطر خوردن یگان چیز شکمشون درد کرده و عذاب نمیکشند، زیرا که در جنت کسلی وجود ندارد، درد وجود ندارد. طعام اهل جنت فقط میوه نیست. طعام اهل جنت فقط میوه نیست.
بلکه گوشت ها وجود دارد. از گوشت های ان همین پرنده ها از رسول الله صلی الله علیه و سلم وارد شده است که در یکی از روایت ها میگویند که اهل جنت وقتی که در جنت میستند یک پرنده را میبینند و اشتها میکنند، میخواهند که گوشت همون رو تناول بکنند. وقتی که این چیزا خواستند پخته شده به نزدشون میآید، میخورند و باز استخوانش که رفت پرواز میکند. الله اکبر. یعنی در جنت گوشت وجود دارد، شراب وجود دارد، میوه های گوناگون وجود دارد. چخیلی که در سوره انسان آمده است آیه 15 که الله میگه یطاف علیهم بآنیه، یعنی به کاسه ها به طبق ها در گرد شما خدمتگارهای شما دور زده میست. یطاف علیهم بآنیه من فضة و اکواب کانت قواریر، یعنی همون جایگاه هایی که از نقره هست، از قواریر است، آورده به شما آب ریخته داده میستند. دیگر نه فقط آب، دیگر نمودی شراب ها. الله اکبر. پس انا این است میوه های اهل جنت. و بعد از این بارک الله فیکم یک چند دیگر از نعمت های جنت وجود دارد که به شما باید ذکر بکنیم و با خبر باشید. اما از سبب این که وقت هم زیاد طولانی نشود، تقریبا 50 دقیقه و زیادتر شده است، باقی مانده ذکر وصف جنت و نعمت های جنت را در حلقه آینده ذکر میکنیم که این هم حور العین است، زنهای اهل جنت، که در این موضوع کمی زیادتر معلومات وجود دارد. بعد از این ولدان المخلدون، کسایی که خدمتگاری به اهل جنت میکنند و مخصوص الله برای خدمت کردن اهل جنت اینها رو خلق کرده است. و بعضی از دیگر احوال جنت رو به شما ذکر خواهیم کرد. الله سبحانه و تعالی را دعا میکنیم و طلب میکنیم که ما را از اهل جنت الفردوس گرداند. اللهم إننا نسألك الجنة الفردوس وما يقربنا من القول والعمل ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل. ای الله، ما از جنة الفردوس را میطلبیم، از ما راضی بشو و به ما نصیب بکن که از اهل جنة الفردوس باشیم و هر عملی که و هر سخنی که ما را به سوی جنت نزدیک میکند به ما نصیب بکن. ای الله، ما به تو پناه میبریم از آتش سوزان جهنم و هر عملی که و هر سخنی که ما را به سوی جهنم میبرد به تو پناه میبریم. ما را از این عملها و از این سخنها دور بکن. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.